که ما اینجا نشستیم داریم روزه میخونیم، گریه میکنیم. خدا میدونه چه مادرایی تو یمن دارن تیکه تیکه شدن بچه هاشونو میبینن، ناله میزنن. خیلی سخته ببینی بچت زخمی و خون آلوده، قطعه قطعه جون داده، اما هرچی هست میگی یه دفعه جون داده. سختن از اون اینه ببینی بچت داره به مرور کم کم جلون چشت جون میده. اونایی که بچه کوچیک دارید شما بهتر میفهمید. یه وقت ببینی بچت مثل شم جلون چشاد آب میشه، فقط خدا میدونه تا الان چقدر کودک یمنی به خاطر گشنگی و تشنگی دست و پا زدن، از بین رفتن. سخته، خیلی سخته برا اون پدر مادری که صدای گریه بچه‌شو به خاطر تشنگی و گرسنگی بشنوه ولی نتونه کاری کنه. باز بچه اگه سنی داشته باشه یه حرفی میزنه، یه تقلایی میکنه، اما اون از بچه یه شیر خاره حرفی نمیزنه، فقط گریه میکنه. ای وای بمیرم برا دل مادراشون. من نمیدونم چند تا امشب یمن عزادار بچه های شیرخوارشونن. من از تشنگی بچه های یمنی میگم شما برا طفل رباب گریه میکنید. هر کجا شیرخواره‌ای دیدم بیقراره، غم رباب شدم. ای حسین